خوبی؟ رحمت خوبم از شما پرسید الحمدلله خوبم پرنده های ماجی برای برگشتن پرنده ها برای یک کار خیلی مهم یک آدم میخواهند حتما آدم میومد یک نفر یافتم حالا آموختن روزی کمی وقت دارم هر وقتی که من به تو میگویم آدم یاسی تو بهانه میجویی اگر آدم نیابی مادر فراش و برادر مایو به تو خبر میگیری حالا تو از ما قرض داری فراموش نکن جون التماس با مادر و دادرم دست نرسونید اونها هیچ چیز رو نمیدونن من حتما آدم میومد میابم با این کفت در بدم زدی کار ما شوخی نیست تو خودت رو نقص میدانی اگر آدم نیابی و تو 3 روز موند 3 روز فهمیدی فهمیدم فقط التماس با اویلم کردار نشوید این از تو وابسته است پرنده های مهاجر برانه برگشتن این حیوانها شوخی ندارند باید یک آدم دیگری بود حرامزاده ها تو اگر داری جوی خیلی من تو را 1 ساعت باز منتظرم تو در کجا بودی؟ چرا دیر کردی؟ مگر همین از دوستی تو چی بر سر من داد میزنی؟ سفر جون بخشش سر خر دوست شروع تو من رو نمیفهمی در خانه من رو بیزار کردن تو باشی وعده های بر دروغ میدی چی دروغ گفتم؟ در یادت نیست با کار مشغول میشوی گفته بودی حجتها رو تحت کرده به خارج به کار میروی گفته بودی ولی تا حال نه حجتها نه کار وقتش باید تو خودت نقص میدونی که برای این کار پول بسیار لازم من اینقدر مبلغ رو از کجا میومد تو باید من رو فهمی من تو رو میفهمم لیکن تو من رو فهمیده نمیخوایی گوش کن سفر من نیت داشتم که با مهاجرت مهنتی برسیم یک دوستم به من زنگ زده گفت که کار بسیار معاش خوب مهمش این که راهگیران میفرستد تا که به نزدش روم پس از 1 سال کار کرده پول جمع میکنم فقط تو کمی صبر کن همش خوب میشود باور کن از راستی باورم نمیآید وعده میدهی فریب نمیکنی البته وعده میدهم ما که دوست و برادریم خیر بار دیگر باورت میکنم من باشم تا برگشتن تو از احوال مادر و دادرت باخبر میشوم آنها را نگاه و بی میکنم تو تنها وعده خلافی نکن هیچ گفت هرگز تشکر باشه دوستم خیر من رفتم تا دیدن تو دیدو خدایا من چه کار کنم
از یک طرف مسئله فرستادن آدم، از طرف دیگر سفر و مسئله اولوی. ای خدا. نه، دو دستی پول اومدن. زنیش رو بینم تا بکر از من پول میگیری، شرم نمیداری. بچه کپ کلان یک مشت به دیوار زنی، دیوار چپم میشود. با خودت میدانی که من فراشی میکنم، 600 سامانی معاش میگیرم. تو را خورانم، دادرت را، خراجات روزگار. دادرت را فکری نمیکنی. بعد از صدمه 5 سال است که بیمار است. بابا چون چرخه در کار، چون چرخه و پول در کار، پول. وای هم آرزوی و حوث دارد. راهی که بابکش در خارجه بوده است، با پولی کلان. این خیلی مبلغ را از کجا یابی؟ آرزوی همین بود. مکتب را با بهای حالا خونده و جتایم را به دانشگاه طبی سپارم. اما بعد از صدمه در خانه نشستم، بیزار شدم از خنده مردمانم. به بیرون برایم مردم به حال من میخندند. معیوب رو بی گفتم مسخره میکنم. از این لحاظ به بیرون برآمدن نمیتوانم. و در این خانه زندانیم. دودر جان، گریه نکن، همش خوب میشود. من تو رو چی تو را؟ هیچ چیز نقص نمیشود. بعدی مردن من و دادرت چی میشود؟ در یگانجا کار نمیکنی، بیکار گشتی. مادر جان، من پس از 2 روز بررسیه و مهاجرت مهنتی میروم. کار خوب، معاش نقد. رسیه، کار خوب، معاش نقد. راه کی را از کجا میابی؟ قرض میگیری. دست که روز کار نمیآید. دوستم کریم رو که رو فرستاد. کار ساختمانی مهنت میکنه. کار کرده دادرم رو به تبابت میفرستد. شما فقط طاقت کنید، همش خوب میشه. با کجا؟ خوراک تیار، خوراک نمیخوریم. بدتر حالا رفته چپتا گرفتم بازه. خیر دیدنم خوچه جان همش خوب میشه. بیا رفته خوراک کنید. کجایی بهتره؟
زندگی کردن نمیتونم. گپی مادرم راست است. من یک بیکار خوجه، مادرم سال خورده، دادرم بیمار، پول اوزو خباری نمیرسد. زندگی من در این دنیا معنی ندارد. پرنده های مهاجر برای برگشتن. السلام علیکم. سلامت علیک. از سلام دادنت معلوم که آدم یافتی. یافتم. وای که باشد؟ خودم. من خودم. تو خودت؟ بارک الله، بارک الله. تو را از من نختر می‌داری. من منتظر آمدنم. پول رو همین بگاه رو می‌کنم. عجایب. باشد، باشد. برای کار. پرنده های مهاجر برای برگشتن. شوروخی بیا. تو چی کار؟ مرا به خاطر ریسک و روزی پرداخته رفتی. نخواهی در وطنت کاریاب نشد. انا 5 ماه می شود که از تو نه خط و نه خبر. در کجایی؟ زندگی یا مرده؟ شام بخیر خاله جان. سفر جان سیر و گشت کرده آمد. بله، هوای سرخین و تازه و سلامتی فایده خوب می آورد. درست کوچه جان آجون در دستتون رسم کی؟ رسم شارو هم تو بیاد آمد. من مکم را خیلی یاد کردم. کجا شده باشد؟ زیغ نشوید. شاید کار و بار زیاد باشد که وقتی زنگ زدن ندارد. سفر جان وای بچه بی پروا در خوردی بچه بی پروا. تشکر با تو که آمده ها رو خبر می معلوم رسولی. الهی برکت یابی. هیچ گپ نه. آخر من با شما بیگانه نیکم. خیر، من به خانه میروم. تشکر اکیز. کوچه جان خوشنو غمگین نشوید. شاروخ بعد خلاف از تو سر مرا فریب دادی. کجایی؟ شایگان کار پولو که یافته مرا فراموش کردیم. نامرده.
کی باشد رقم‌های ناشناس خاری جبری اما لبای سلام سفر جون. شاروخی تویی؟ بله دوستم من. احوال چطور؟ از احوال مادر دادرم خبر داری؟ سلامت هستن یا نه؟ آه بچه بی پاپا تو در کجایی؟ مادر و دادرش کشتی لیکن چرا رقم تلفن خارجه بری و کد روسی ماننده تو در کجایی صدای چیست؟ شاروخ راستش کو من چرا خاموش شدی گپ زن؟ این چی صدای بی‌پرانی؟ سفر من چند وقت شد که با یک گروه پروگرام شامل شدم. دیگر راهی بازگشت ندارم. التماس دادر به نزدیکی پول قانون روان میکنم. التماس دادرم رو متوجه بگیرید. ایستو ای بوی دیوانه بچه بیا و تو چی نمیرسید این کار رو کردی ها؟ بدبخت فالکه درگان عملیات اشتراک کردی نه آرای هم رو درس میدیدن. مشق میگذرونم. من همین رو نمیخواستم ولی گوش کن بیا حالا هم دیر نشد از گشته بیا جون از این بگاهی گریز نیست. گوش کن شارو گوش کن اگر بر نگردی من فکری مادری بیمارت را کن مادرت از همین تو خراب و بیمدار خزا شده است ابله التماس برگرد الو وای داد این چی کاری بود که تو کردی ها؟ بیا چی کار کنم؟ الو السلام علیکم این رقم شعبه گروه داخلی با من کمک شما لازم تا که به کمیته امنیت ملی در تماس شوم یاری بدهید تشکر خوش لیکن با مادر و دادر شاروخ چی طور فهمونم سلام خواهد علیکم السلام. باشه دادر جان من شما رو نشناختم. من کارمند کمیته امنیت ملی ممکن میخوره مرحمت بزن. تنجی خواهد جان آسوده باشید مرحمت شنید. یک پیاله چای خوراک هم تیار. نه خواهد جان تشویش نکشید وقت کم کار بسیار 10 دقیقه وقت شما رو میگیرم من همه شینید خواهد جان پسرتون شاروخ نام بود بابا چی شده است؟ آرام شد شینید گفت در آن که شاروخ تا چند وقت شده است که با یک گروه دادگران شامل شده اعضای این گروه از روی کم سوادی وارد این گروه گردیده است و در خارج کشور می باشد پسرم در روسیه بود بچه خدا جان ما با همکاری با دوستش سفر از پس او شدیم تا که او را از این کار زشت رها نموده و وطن برگردانیم سفر میدانست نه خواهد جان او هم به نزدیکی آگاه شده و ما خبر سفر نمیخواست که شما را رنج دهد
ما البته کاری کرده او را برگردانده میکنیم. الکه یک قطار کارهای جستجویی برنامه شده. التماس پسرم را با وطن برگردانید. التجا می‌کنم. آرام شوید خانم. التجا می‌کنم. آرام. افسوس که بعضی از جوانان از روی بیسوادی و این راه بد می‌روند. خوب خاله جان، من میروم. یک پیاله چای نخوردم. خاله جان، وقت کم خواهد شد. شما خودتان را برست گیرید. میل آرام شوید. میل سلامت باشید. شاهرخ چیکار کردی؟ چیکار بردم؟ تو را از راه زدن. از راه زدن. بیچاره مادر، این چی بلا بود که بر سر او آمد. آفرین مادران همیشه در فکر فرزندان. سلام. سلام. کار جستجویی به خوبی انجام یافت. شاهرخ و چندین جوان پسران را یافته برگردانده شدند. حالا با آنها صحبت گذرانیده شده و نزد عائله‌شان آورده می شوند. نه خود. تشکر به شما. تشکر به شما که با ما همکاری نموده کمک رساندید. سلامت باشید. رحمت برای خبری خوش. شاهرخ یافته شد. رفته خبری خوش را با مادرش برساند. بگذار من زیاد نشوم، لیکن اکرم سلامت باشم. جانم برای همین خیلی بچه من چند بار با وی تاکید کرده بودم که مکتب را خونده تحصیل را در دانشکده دوام دهد. من خودم را در روی قرض میاندازم، تو را به دانشکده داخل مینمایم. لیکن ولی بی‌پروا یک عروسی نازنین با ثبات به وی یافتم. خاله جان، خاله جان، خبری خوش آوردم. چی خبری خوش؟ شاهرخ را به وطن برگرداندند. چی؟ چند لحظه پس او را به اینجا میآورند. جانم مبارک باشد فرخ جان. الها خوشبخت باشی سبت جان. خانه را دوبه کردم. من داری بدیم خاله جان. سر جانم. سرم میآید سر جانم میآید. آب نشونه بری سرم میآید. دیدی دختر سر جانم. خدا سر جان شیرینم. دوستان
بالا جان مثلا بالا جان مرحمت پسرم جانم چی تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی؟ مولا جون یک قبول کنم من گناهکارم مرا ببخش من تو رو بخشیدم جان جان برام جان برادر جنوبتی من احمق را ببخش این کار بیاری سفر جان به انجام نمیرسید با باید تشکر کنید اساس این که شاهرخ خطاگی خود را فهمید و خودش خواهش به وطن برگشتن را کرد. من از تو سفر سپاسگزارم که مرا از این دهشت برآوردی. باور کنید اون دهشتی رو که من دیدم هیچ کس نبیند. مقصد اونها ناآرام و بیرام کردن حیات آسایش مردم است. این آرامی، تنگی و زیبایی که وطن ما دارد ما باید آن را حفظ و از آن فخر کنیم. از پس آبادی و آسایشتگی کشور عزیزمون کمر بسته برای حفظ سرزمین زیبا منظر خود آماده باشیم.